داستان آریوبرزن قسمت دوم. اما رسیدن به پارسه یه شرط داشت. باید از دل رشته کوه زاگرس عبور میکرد و اونجا سرنوشت یک قهرمان رقم خورد. تنگه زاگرس، جایی که مردی ایرانی تاریخ ساز شد. اسمش آریوبرزن بود، سردار ایرانی از جنس کوه و آفتاب، فرماندهی که حالا شده بود آخرین امید ایران. کنار اون یه زن بود، همسرش. زنش مثل آینه‌ای بود که روح آریوبرزن توش آرامش پیدا می‌کرد. قبل از عزیمت به جنگ، وقتی آریوبرزن زرهش رو پوشید و شمشیرش رو بست، اون زن دستش رو گرفت و گفت اسمت همیشه تو این سرزمین زنده میمونه. آریوبرزن با چند هزار جنگجو توی تنگه کمین کرده بود. یه تاکتیک خیلی مهم و مرگبار داشت. اسکندر با اون لشکر بی انتهاش تو جاده سنگ فرش شده جلو می اومد و خاک زیر سم از پا بلند شده بود. ناگهان از دل کوه و درخت تیرهای ایرانی ها شروع به باریدن کرد، مثل بارونی از تیر و سنگ و صخره. یونانی ها به هم ریخته بودن. صدای فریاد سم از تو کوه میپیچید. اونا نمیدونستن باید چیکار کنن. اونا عادت داشتن به میدانهای باز، اما حالا توی تنگه گیر افتاده بودن و از آسمون و زمین رو سرشون سنگ و تیر میریخت.